درود، خیلی خوش اومدید به قسمت 7 از ویرگول پادکست. خیلی بی مقدم و سری مثل همیشه میریم سراغ مهمونمون. سلام. سلام و ممنون که من دعوت کردی به برنامه‌تون. خیلی خوش اومدید، مرسی. اگه امکان داره اول خودتون رو برای ما و بیننده های یه کوچولو معرفی کنید. خیلی خلاصه بگم، بیتا ملکوتی، حدود 5 سال قبل از انقلاب در تهران به دنیا آمدم. رشته نمایشنامه نویسی خوندم، دانشکده هنر معماری، رشته تئاتر و گرایش نمایشنامه نویسی. از دهه 70 شروع کردم به نوشتن که حاصلش در تمام این سالها شده 3 مجموعه شعر، 3 مجموعه داستان، 1 رمان و اولین کتابی که در مورد خانم سوسن تسلیمی در ایران منتشر شد در سال 84 و 20 سالم هست که من از ایران مهاجرت کردم و ساکن آمریکا هستم. خیلی هم عالی. بس قشنگ تو این سالها کاملا توی بحث نویسندگی و این مسائلی که مربوط به نویسندگی فعالیت داشتین، چون من بعضی جا دیدم که به عنوان روزنامه نگار شما رو معرفی کرده بودن، ولی جوری که متوجه شدیم شما شاعر و نویسنده هستین. کار روزنامه نگاری هم کردم، کار مطبوعات هم کردم. 8 سال در ایران من نقد تئاتر می نوشتم و چند سالم هست که به طور مشخص در مورد سینما، تئاتر و ادبیات البته می نویسم. درسته. میخوام اولین سوالم ازتون بپرسم، به نظر شما سرکوبای سیاسی که حالا نسبت به هنرمندا هستش توی این ساله چه اثری روی اون رفتارشون و عکس العملشون نسبت به اتفاقات و حتی توی این مسائلی که مربوط به جنبش مهسا و انقلاب شیر و خورشید هستش و تأثیر اون سرکوب ها روی حمایت هنرمندان از مردم داره، یعنی چه تأثیری داره به نظر شما؟ خب اجازه بدید من به عنوان یک نویسنده و از کارنامه اخلاق هنری اون شروع کنم. از آلبر کامو، نویسنده فرانسوی. آلبر کامو در سخنرانی که در سال 1957 برای گرفتن نوبل ادبیات داشت، یه چند تا جمله خیلی معروف داره. یکیش اینه که نویسنده 2 تا مسئولیت بزرگ رو باید بپذیره، یکی خدمت به حقیقت و یکی خدمت به آزادی. یعنی اینکه هنرمند نباید با دروغ و ظلم و ستم سازش کنه، بلکه باید در خدمت قربانیان ستم و ظلم باشه. و در حقیقت اون چیزی که آلبر کامو میگه اینه که هنر برای مردم، هنر باید حقیقت رو بگه، هنر باید از آزادی دفاع بکنه و هنرمند باید صدای کسانی باشه که صداشون شنیده نمیشه و صدایی ندارن. حالا برگردیم به پرسش شما. هر چقدر هم سرکوب باشه در کشوری مثل ایران و مثالهای دیگرش هم داریم، مثلا در کشور چکسلواکی سابق وقتی که در زمان کمونیستی بود، هنرمند با هر چقدر هم سرکوب، زندان و شکنجه و آزار باشه باید از حقیقت و آزادی دفاع بکنه، به خاطر اینکه هنرمند اسمش روشه، یعنی پیشرو، یعنی جلوتر از زمان خودش. چون اگر هنرمند بیاد کنار قدرت وایسه مردمش رو از دست میده. میدونید انگار که روبروی مردم وایساده. بذارید من یه مثال واضح بزنم براتون بیشتر مشخص بشه راجع به چی میخوام صحبت کنم. همین 2 روز پیش آقای اکبر عبدی فوت شدن در 66 سالگی. خب آقای اکبر عبدی هنرمند محبوبی بودن، یه ایران باش خاطره داره، اصلا شکی نیست. من خودم وقتی که کودک دبستانی بودم هر خاطره خوشی که به ذهنم میاد مربوط به ایشون هم مربوط میشه. یعنی از سریالای محله بهداشت و محله بروبیا بگیرید که خب در کنار حمید ژبلی، در کنار آتیلا پسیونی، در کنار فردوس کاویانی، رضا ژیان، بزرگان در حقیقت کسانی که قبل از انقلاب هم کار میکردن، چه اونو در نظر از اون زمان سال 62 بگیرید تا مثلا مدرسه‌ام دیر شد. یعنی تمام هم نسلان من با ایشون خاطره دارن. بعد خب ایشون با کارگردانای بزرگی شروع کرد، با فیلم‌های بزرگی شروع کرد مثل اجاره نشین ها،
کار زنده یاد داریوش مهرجویی، یا مثلا توی ایران ناصر تقوایی بازی کرد و فیلم های از علی حاتمی که اون فیلم ها واقعا تکرار نشدنی هن. مثل ایشون یه نقشی بازی کرد، نقش غلامرضا در فیلم مادر که براش هم سیمرغ گرفت. خب اونجا واقعا درخشانه، یعنی آدم میتونه ببینه که یه آدمیه که نبوغ داره، بسیار با استعداده و کاری که میکنه فراتر از حتی سینمای ایرانه. حتی تو فیلم دلشدگان همینطور. و بعد آدم برفی داوود میرباقری در فکر میکنم سال 74 بود که ایشون اصلا تابو شکنی کرد، اومد یه مردی بازی کرد که نقش زن بازی در حقیقت میره توی قالب یک زن. اما از همون نیمه اول دهه 70 به بعد و دهه 80 و دهه 90 ایشون اومد توی کمدیای بسیار ناموفق و در خیلیش باید بگم مبتذل بازی کرد و بعد شروع کرد با کسی مثل مسعود دهنمکی کار کردن در اخراجی های 1 و 2 و 3 و معراجی ها و اینا. در حالی که حالا جالب براتون بگم همین گروهی که آقای مسعود دهنمکی انصار حزب الله رهبرشون بود، در دهه 73 فکر کنم در یه فیلمی بود به اسم تحفه هند که اکبر عبدی بازی میکرد، اینا ریختن سینما فلسطین و سینما رو نابود کردن، یعنی شیشه ها رو شکوندن، مردم اذیت کردن، شروع کردن فحش و فحاشی کردن که مثلا این چرا اکبر عبدی تو این فیلم میرقصه. حالا فکر کنید اکبر عبدی اومده با کسی داره همکاری میکنه که اصلا اعتقادی هم بهش نداره، میدونین، یعنی اصلا نه تفکرش رو میپسنده نه اصلا هیچ گونه همخونی باش داره، ولی این کمدی های مبتذل بازی کرد و ادامه داد، در حالی که هیچ کس الان اصلا اون فیلم ها یادش، نه اسم اون فیلم ها یاد کسی هست، نه اصلا اینکه در چه نقشی بازی کرده. شاید بگیم در 20 سال اخیر تنها فیلمی که آقای عبدی بازی کرد و یه مقدار اون اکبر عبدی واقعا قبل از این 20 سال به ذهن تداعی میکرد، فیلمی بود که فیلم خوابم میاد بود که سال 90 بازی کرد در نقش مادر رضا عطاران که به خاطرش دوباره سیمرغ گرفت. اما ببینید آقای اکبر عبدی میاد بعد از سال 88 و بعد از اتفاقات جنبش سبز و کشتن ندا و سهراب عربی و خیلی دیگه، میاد از محمود احمدی نژاد لوح میگیره، جایزه میگیره و همینطور که فاجعه پشت فاجعه جلو میره تاریخ معاصر ایران، این بیشتر از رهبر انقلاب تجدید میکنه، از اهمیت نظام میگه نمیدونم، یک مصاحبه داره هست دیگه همه فیلماش که رهبر انقلاب از حال من خیلی نگران شد و اینا، و همینطور فاصله میگیره. در حالی که شما همین الان که ایشون فوت کرده میبینید که عکسایی در اومده از جشن پایان سریال مدرسم دیر شد که ایشون کنار خانم گوگوش وایساده، کنار مهین شهابی بدون حجاب وایساده. اصلا چرا برگردیم اون سالا، همین فیلم های اخیر در مراسم ختمی ایشون اصلا همسرشون حجاب نداره، در مراسم خاک سپاری که ایشون بود دخترشون اصلا حجاب نداشت، جلوی جمع و جلوی تمام کسای مقامات سینمایی و فارابی و اینا بدون حجاب اومده بودی. پس اکبر عبدی اصلا اعتقادی نداشت به آن چیزی که نظام اسلامی بهش اعتقاد داره. چرا پس این کارو کرد؟ مشکل مالی هم که نداشت. اکبر عبدی خودش تو مصاحبه‌اش رفت آنالیای ترکیه، اونجا ویلا خرید، گفت من حالم خوب نیست میخوام اینجا زندگی کنم. بعد گفت من ویلا تو شمال داشتیم میساختیم، اون مهندسی که اونجا بود دیدم آدم خوبیه، معرفیش کردم شد دامادم. خب پس چیه؟ یعنی تنها چیزی که باقی میمونه دقیقاً نداشتن حس مسئولیت به همون آرمان هاست، یعنی نداشتن حس مسئولیت به گفتن حقیقت، به تلاش برای آزادی، نداشتن حس مسئولیت به جوانان ایرانی، جوانانی که کشته شدن، جوانایی که آینده‌ای ندارن، جوانایی که اعدام شدن، جوانایی که در صف اعدام هستن، جوانایی که در فقر و فلاکت دست و پا میزنن. و من از اینجا میخوام به این نتیجه برسم که هنرمندی مثل اکبر عبدی اینقدر بزرگ بود که میتونست وایسه و بگه نه، هیچ کاریش هم نمیتونستن بکنن، اما چیزی که براش اهمیت نداشت اون حس مسئولیت بود و هم خودش متاسفانه به شرایط
به شرایطی رسید که دیگه نه اون محبوبیت رو داشت، نه دیگه فیلم درخشانی بازی کرد، نه اصلا دیگه بازی خوبی ازش ما دیدیم. و همین که مردم خیلی ازش فاصله گرفتن و این دقیقاً چیزی بود که من میخوام بگم که هنرمند اگر هنرمند واقعی هست، اگر هنرمندی هست که در حد توانایی اکبر عبدی، چقدر حیفه که مسئولیت خودش رو نمیشناسه، درکی از اون نداره و تنها کاری که میکنه یه دست و پا زدن برای روزمره است و شاید به همین دلیل بود، به خاطر این همه فاصله بود بین خودش و مردم که اکبر عبدی در 66 سالگی، شما اگه عکس و فیلم آخرش ببینید این یه پیرمرد 100 ساله است. باورتون نمیشه. حتی جسمش هم حالا بگذاریم که هنرمندا واقعا زندگی میکنن که جسمشون خیلی زود از بین میره متاسفانه در ایران و خیلی جای جهان، ولی خب در ایران به نظر میاد بیشتر. ایشون هم ولی خب یک بخشش این بود که همراهی نکرد و کنار مردم نایستاد. من حالا این سوال رو میخوام اینجوری بپرسم که من واقعا، حالا شما چون خیلی بیشتر از من با این مسیر، با این قشر از جامعه بیشتر آشنایین، میخوام بدونم که چرا من اتفاقا تو این چند روز برعکس این رو توی فضای مجازی دیدم. یعنی بیشتر تجلیل شد از ایشون. حتی اینجوری بهتون بگم که من خودم داشتم فکر میکردم که آیا اون چیزی که تو ذهن من تو این چند وقت نقش بسته بود اشتباهه یا نه. داشتم به این فکر میکردم راستشو بخواید. این رو شما چجوری میبینین؟ یعنی واقعا به فوت کردن ایشون ربطی داره که مثلا حالا چون فوت کرده؟ بله، این یه بخشش اینه که اصلا فرهنگ ایران و ایرانیه. شما حتی خامنه ای هم که کشتن، ممکن بود یه عده که همیشه فکر میکردن که چقدر به هر حال آگاه بودن به جنایت هایی که اتفاق افتاده بود، ولی بازم یه دلسوزی انگار پیدا کرده بودن، یه حس اون سوگواریه باعث میشه که احساس کنی یه همدلی هم هست. اکبر عبدی هم تو، خب اکبر عبدی خیلی حسرت برانگیز بود برای که برای خیلیا که چرا از اون هنرپیشه بزرگی که دقیقا. با مخمل باف کار کرد و دوتا از درخشان ترین کاراش تو فیلم ناصرالدین شاه اکتور سینما و هنرپیشه است، چرا باید توی ختمش مسعود دهنمکی بیاد حرف بزنه راجبش؟ چرا از همه اون بزرگانی که باش کار کردن، باش کار میکردن، حتی بازیگرانی که در کنارش بودن، چرا باید مسعود دهنمکی بشه نماینده یک سینمایی که اون سینما در حقیقت ضد سینما، ضد هنر سینماست و بیاد و اون آدم بیاد راجبش حرف بزنه؟ یک بخشیش خب اون حسرته به نظر من که این حسرت خیلی عمیقه که بالاخره یه بازیگر خیلی یک نبوغی داشت آقای اکبر عبدی، که البته بعضی دیگه از کمدین‌های ما هم شاید در اون حد مثل حمید جبلی، خود حمید جبلی هم واقعا خیلی خیلی درخشان بود، ولی از یک جایی به بعد محو شد. یعنی از یک جایی به بعد گفت من دیگه کلاه قرمزی رو صحبت نمی کنم. این احساس مسئولیت رو ببینید. الان مثلا یه مثال خیلی خوبش همینه. حمید جبلی و اکبر عبدی تقریبا با هم شروع کردن تو همین محله برو بیا، اما حمید جبلی از یک جایی به بعد رفت کنار و گفت من نمیتونم کار کنم، من نمیخوام کار کنم، در حالی که اونم خیلی نبوغی داشت، اونم خیلی توانا بود. فرق دیگه الان فرقه و مردم قضاوت میکنن، مردم قطعا قضاوت میکنن. یک جایی وایسی بگی نه، حتی چیز خاصی نگی. حمید جبلی هم ممکنه اساس شبکه‌های اجتماعی نداره که بخواد گروهی رو نمایندگی کنه یا بیاد راجع به هر چیزی اظهار نظر کنه، ولی همینقدر که کناره‌گیری میکنه و دیگه نه در تلویزیون جمهوری اسلامی بازی میکنه و نه حتی در فیلم سینمایی بازی میکنه، این خیلی ارزش داره. این همون اخلاق هنری است که آلبرت کامو راجبش میگه و این تفاوت این دوتا هنرمنده که به نظر من واقعا خیلی جاها قابل قیاس هستن و اصلا سن و سال از یه نسل هستن. یه بخشش به نظرم همین که وقتی ایشون فوت کرد شاید یه شوکی هم بود به جامعه و یه حسرت بزرگی بود و همین که خب به هر حال
آدمی که فوت میکنن معمولا دیگه ازش انتقاد نمیکنن و سعی درست. میکنن فقط بخشای مثبتش رو بگن، فقط بخشای خصوصیات خوبی بگن یا از استعدادش بگن یا از چیز بگن. ولی کسان زیادی هم، من آدم‌های زیادی دیدم که نوشتن، از جمله آقای محمد علی طالبی که ایشون کارگردان خیلی مهمی هستن تو سینمای ایران، مخصوصا تو سینمای کودک و نوجوان. ایشون نوشت که اکبر عبدی به سمت سینمای تجاری رفت و در بزنگاه‌های تاریخی نه تنها حرفی نزد علیه ظلم و ستم، بلکه رفت کنار ظلم و ستم ایستاد. از اون نظر هم یعنی بودن کسانی که بنویسن. البته این میشه گفت که حالا من اونجوری که از حرفای شما متوجه شدم و واقعا دارم از حرفاتون یاد میگیرم، میشه اینجوری گفت که واقعا نقش هنر و هنرمند خیلی وقتا از این مباحث انقدر فراتره که شخصی مثل اکبر عبدی حتی برای کسایی که خیلی سینمایی نباشن هم یک اسم اسطوره است. یعنی مثل کسایی که شاید خیلی فوتبالی نباشن ولی بدونن مارادونا کیه یا پله کیه. اکبر عبدی دقیقا یک اسطوره‌ایه که فراتر از سینما و سینمایی بودنه. من حالا میخوام سوال بعدیمو اینجوری بپرسم که حالا اگه یکم فراتر، یعنی توی نه در شخص، در مجموعه این قشر ببینیم، آیا میشه به سادگی این قشر رو یا هر قشر دیگه رو محکوم کرد که چرا همراهی نمی کنن؟ آیا اساساً اینقدر راحت محکوم کردن اقشار مختلف جامعه؟ هنرمند با اقشار مختلف جامعه به نظرم فرق داره. همونطور که گفتم هنرمند یه نقش پیشروی داره، یه نقش آوانگاردی داره که باید آگاه باشه به اون نقش و اینکه در چه جایگاهی هم هست. من میفهمم که هنرمندان کسانی بودن در همین صنعت سینما که اگر کار نمی‌کردن به نون شب محتاج بودن، ولی داستان اکبر عبدی فرق میکنه. آقای اکبر عبدی به نون شب محتاج نبود و اینقدر بزرگ بود که یک واکنشش میتونست جریان ساز باشه. همونطور که ترانه علی دوستی در جایگاهی بود که نگفتنش خیلی گرون تموم شد برای جمهوری اسلامی. میدونید این که در چه جایگاهی هستی، این که چقدر در اون اجتماع آدم ها به تو نگاه میکنن و آدم ها به تو تحسین میکنن و آدم ها حرفت تأثیر گذاره، خب بله مسئولیتت هم بیشتر میشه. وگرنه خب خیلی هم هستن در سینما، تئاتر یا در هنر دیگری به هر حال حالا غم نان هست، غم اجاره خونه و نمیدونم بچه و زندگی و اینا، مسئولیت بچه ها اینا هست که حالا یه مقدار آدم میتونه چشم‌پوشی کنه، ولی هنرمندی در جایگاه اکبر عبدی میتونه جریان ساز باشه به شرطی که آگاه باشه به تاثیرگذاری خودش در جامعه. همون کاری که ترانه علی دوستی کرد و یا من مثال زدم راجع به حمید جبلی، همین سکوتش حرف داره میزنه. میدونید پر از حرفه، سرشار از ناگفتنی هاست. به همین خاطر ولی خب یک مسئله دیگه که من میخوام راجعش حرف بزنم بزنگاه تاریخیه. ببینید یک جایی هست که وقتی مثلا مهسا ژینا امینی رو کشتند، یک بزنگاه تاریخیه. اونجاست که آدم فکر میکنه که وقتی که خیلی از آدما، هزار نفر، 10,000 نفر میان بیرون و میگن که زن، زندگی، آزادی، اونجاست که هنرمند باید کنار ترانه وایسه. یعنی اونجاست که اون اتحاد معنی داره. وقتی ترانه میاد عکس بی‌حجابش رو منتشر میکنه، یا هنگامه قاضیانی یا دوستان دیگه، بچهای بازیگر دیگه که خیلی هستن، تعدادشون خیلی زیاده، اونجاست که اون بزنگاه تاریخیه و در اون بزنگاه میتونه اتفاقی بیفته. میدونید اون اتحاده دیگه مهمه.
اونجاست که دیگه مهمه. ممکنه شما سالها هم کار کنی، حتی با همین نظام بری از وزارت ارشاد هم مجوز بگیری، بخوای فیلم بسازی هرچی، ولی یه جایی هست که یه آدم، یک جوان بیگناه 21 ساله کشته شده، کاملا بیگناه و معصومانه، و بعد یه هنرمندایی به این آگاهی میرسن که میان پشتش و میگن این جنایت بوده و ما دیگه نمیپذیریم، ما دیگه زیر بار این ظلم زندگی نمیکنیم. اونجاست که یک یه اکت درست از آقای عبدی میتونه تاریخ ساز باشه. میدونید چی میگم؟ درست. میتونه. ولی بعد میبینی که نه، یکی میاد میگه که نه اصلا من میخوام فیلم بازی کنم، یکی میگه نه اصلا با فیلم ساختن میخوام اعتراض کنم، در حالی که اونجا جایش هست که شما دیگه فیلم نسازی. من الان نمیام بگم اونجایی که ناصر تقوایی اومد گفت من دیگه فیلم نمیسازم به خاطر اینکه این سینما نیست، این ابتذال زباله است، آدما برن پشتش، حالا اون تصمیم شخصی ایشون بوده. ولی یه جا هست که یک آدم بیگناهی کشته شده و آدمهای بیگناه دیگری دارن هی کشته میشن به خاطر این اعتراض. اونجاست که شما آقای اکبر عبدی یا یا یک بازیگر، حالا نوعی میگم، باید بیاد پشت ترانه، پشت هنگامه، پشت بازیگرای زنی که به بی‌حجاب و در شقایق دهقان، سهر مسیبی، خیلی زیاد تعدادشون زیاد بود. ولی متاسفانه نه، سری رفتن تلویزیون بازی کردن، اصلا انگار نه انگار که داری همچین جنبش به این عظمت راه افتاده و واقعا میتونه اتفاقی باشه که همه چی رو عوض کنه. و میگم همون ناآگاهی به هر علتی، حالا یه کسی منافعشه، یه کسی پولش توشه، یه کسی شهرتش، بستگی به این که کار کنه، و یه سری آدم ها اومدن گفتن اوکی شماها دیگه بازی نمی‌کنید، ما میایم رو پول شما وای میسیم خودنمایی میکنیم، ما میشیم بازیگر، ما میشیم نقشیه که سینمای ایران. که خب این خودش یه بحث خیلی غم انگیزیه، به خاطر اینکه خیلی دردناکیه، به خاطر که همون اوایل انقلاب وقتی بزرگان سینمای مملکت رو گذاشتن کنار، بعضی دیگه اومدن و بازی کردن و اعتراض نکردن. چرا باید بهروز وثوقی بازی نکنه؟ چرا باید خیلی خانوم‌های بازیگر، پوری بنایی، کسانی که واقعا هم هنر داشتن و خیلی هنرمند بودن، منوچهر فرید، خیلی از آدما چرا نباید بازی کنن؟ و چرا در کنارش همین اساتید بزرگی مثل علی نصیریان، آقای انتظامی و اینا چرا بازی کردن؟ چرا اونا که به اون جایگاه رسیدن نگفتن نه ما بازی نمی کنیم تا زمانی که ناصر ملک مطیع برگرده، تا زمانی که این خانوما برگردن؟ و اونجاست که میگم این برهه تاریخی از بین میره و فرصت سوزی میشه، میدونید؟ و این استبداد و این دیکتاتوری همینجوری ادامه پیدا میکنه. فداکاری میخواد، اتحاد میخواد که متاسفانه نبود در میان هنرمندان سینمای ما، حالا به طور مشخصه. من یه چیزی که از حرفای شما متوجه شدم، پس از نظر شما جایگاه هنرمند با بقیه اقشار جامعه متفاوته. میشه اینطوری گفت که توی این جایگاه متفاوت تأثیر پذیریشون نسبت به سرکوب یا اتفاقایی که قرار براشون بیفته، ترس‌هایی که دارن، جایگاه اجتماعیشون و اثرگذاری اون حکومت روی کارشون میتونه خیلی بیشتر باشه و این اون فرق رو به نظر شما ایجاد میکنه برای این هنرمندا؟ خب بله، وقتی که همونقدر که به هر حال ما با یه حکومتی سرکار داریم که کاری نداره، بازیگری، موزیشیانی، فیلمسازی، نقاشی میگیره، شکنجه میکنه، میکشه اینا، ولی هر چقدر نام بزرگتر بشه احتیاط اونا بیشتره. خب تراره هم زندانی کردن ولی انقدر باستاب داشت در جشنواره ها و در جهان و در فستیوال های بین المللی، هنرمندای بین المللی، فیلمسازهای بین المللی اومدن اعتراض کردن که در نهایت مجبور شدن آزادش کنن.
به هر حال شاید هر چقدر هم بزرگتر باشه بهاش هم بیشتر باشه. به هر حال ترانه در 40 سالش هم فکر کنم نشده بود که دیگه بازیگری رو گذاشت کنار و این برای بازیگری مثل اون، حالا من به عنوان مثال میگم خیلی خیلی هستن. خب خیلی هولناکه یا واقعا. حتی پرستو ساله‌ای که حالا ما چه دوستشون دقیقاً داشته باشیم چه نداشته باشیم، مسیر زندگیشون کلا تغییر کرد. عوض میشه، دقیقاً مسیر زندگیشون عوض میشه. به هر حال یک بهایی میپردازن دقیقا. و ولی به نظرم هرچی جایگاه بالاتر باشه کمتر میتونن، خیلی راحت نمیتونن مثلا بگیرن اعدام کنن، بگن که چه سطل آشغاله یا از چنان حرفی زده یا عکسشو گذاشته توی اینستاگرام مثلا ما حالا اعدامش میکنیم. میدونید اون کار نمیتونن بکنن و خب تریبونی هم که دارن میلیونیه دیگه و صداشون به میلیون ها آدم میرسه. چون دقیقا من سوالم یه خورده ذهنم میخواستم یکم متفاوت این سوال بپرسم، از این نظر که چه فرقی داره اقشار جامعه، این که خب ترس‌های متفاوت دارن یا چیز. وقتی شما گفتید که مسلماً که جایگاه متفاوتی با اقشار دیگه جامعه دارن و بازخورد بهتری میتونن از صحبتاشون و از اون عکس العملی که نسبت به اتفاقات و اون بزنگاه‌های تاریخی دارن مسلماً متفاوته، بس توی همون جایگاه متفاوت مسئولیت متفاوتی هم دارن و میتونن خب بیشتر اثرگذار باشن تا کارهای دیگه، حرفهای دیگه. و مسلماً حکومت هم همونطوری که شما گفتید باید رفتار متفاوتی، شکل متفاوتی از سرکوب رو در نظر بگیره. ولی خب به عنوان سوال آخرم دوست دارم اینو ازتون بپرسم، چقدر به نظر شما حکومت و دست حکومت توی این سوالی که برای خودم توی این چند وقت پیش اومده با اتفاقاتی که افتاده، به نظر شما مجید واشقانی هم یه بار اینو گفت که تا حکومتی نباشی نمیتونی اصلا تو سینما باشی، یعنی تک تک بازیگرها توی اون سطح از بازی و حرفه یه جوری کنترل شدن، بررسی شدن و تایید شدن که تو اون جایگاه هستن. آیا به نظر شما این واقعا هست یا نه؟ خب ببینید یه سری از هنرمندای ما که اعتبارشون اصلا از قبل از انقلاب دارن و ربطی اصلا به حکومت اسلامی نداره، ولی خیلی‌ها که شروع کردن بله با همین سینما، با همین مجوز، با همین وزارت ارشاد شروع کردن. ولی باز برگردم به اون بزنگاه تاریخی دیگه. ببینید ما هم دهه 70 فکر میکردیم که اصلاح طلبی و آقای خاتمی جوابی است بر این همه سرکوب و این همه سانسور و این همه فضایی که توش آزادی نیست. سرکوب. ایشون میتونه بی سرکوب، بله، و واقعا عدم آزادی در حقیقت اون خفقان و اینا رو میتونه بیاد. ما یه موقع اعتقاد داشتیم، من خودم مثلا کار فیلمنامه نویسی میکردم در فیلمایی که با همین وزارت ارشاد هم مجوز گرفت و اینا، ولی هر چقدر گذشت مخصوصا با وجود شبکه‌های اجتماعی، اینترنت و رسانه، خب آگاهی خیلی بالاتر رفت. یه موقعی بود که ممکن بود اصلا مردم ندونن که چه اتفاقی دهه 60 چقدر اعدام ها گسترده بوده، 67 خاوران، اتفاقی که برای بهایان افتاد، برای خانواده‌های بهایی، اصلا آگاهی وجود نداشت. یعنی از میزان ظلمی که بر مردم رفته بود خیلی اصلا آگاه نبودن، برای اینکه تنها دسترسیشون همین تلویزیونی جمهوری اسلامی بود. اما هر چقدر که گذشت با وجود اینترنت و اینا هی آگاهی بیشتر شد، اینکه چه فجایعی رخ داده و بعد به جایی رسید که آدما خودشون شدن شهروند خبرنگار. یعنی هر کدوم یه پلتفرمی دارن، مثلا اون آدمی که توی خیابونه 18 19 دی یه موبایلی داره فیلم میگیره و تو در لحظه میبینی که در خیابون چه اتفاقی میفته. اینه که این آگاهیه باید باعث بشه که تو موضعتو دیگه نسبت به قدرت بهتر بفهمی، وگرنه خب بله خیلی از این اکثر این دوستان با همین در همین نظام در حقیقت معروف شدن. خود آقای اکبر عبدی همینطور
ایشون هم بعد از انقلاب بود که اصلا به یک جایگاهی رسید و اجرانشینا رو بازی کرد. اینا همه فیلم هایی بود که از ارشاد مجوز گرفته بود. اما ما بعد به کجا رسیدیم؟ بعد از 47 سال بعد رسیدیم به 1404. یعنی حالا ده 96 رو از 88 اگر بگیرید یا حتی وقایع کوه دانشگاه، همینطور اومدیم جلو و این اتفاقات بود. و خب خیلی از هنرمندا گفتن حالا ما باید یه تعریف تازه‌ای از خودمون، اینکه کجای این نظام ایستادیم و چقدر دیگه حالا مقابلش هستیم یا نه هنوز توی زمین بازی اونا داریم توپ میزنیم. این خب مهمه دیگه، اینکه آدم این روند رو بتونه ارزیابی بکنه و جای درستی وایسه. حالا من در انتها یه مثالی میزنم از همین چکسلواکی، چون من پراگ زندگی میکردم 14 سال، یه خود با تاریخ اون کشور بیشتر آشنایی دارم و به هر حال با مردم صحبت کردم و یک آقایی که خودش مترجم بود و یک بار رفته بودیم سر خاک کافکا و نویسندگان دیگر اومدن، نویسندگان افغان بودن و اینا، گروهی از نویسندگان رفتیم بر سر خاک کافکا و ایشون گفتش که در زمان کمونیستی خیلی از آثار سانسور شده یا آثار نویسندگان که تبعیدی بودن رو به صورت دستنویس می آوردن سر خاک کافکا و اونجا تقسیم میکردن، یعنی اونجا منتقل میکردن، مثلا میدادن به آدمای دیگه که برن پخش کنن و میگفت اونجا جایی بود که چون گفت نیروهای امنیتی همه جا بودن دیگه و خیلی از مردم هم باشون همکاری میکردن و خیلی خطرناک بود. مثلا میگفت کار جدید میلان کندرا که میامدن اینجا یه نسخه رو میدادن با آدمای مختلف، این آدما میرفتن با دست مینوشتن این مثلا این رمانو و بعد پخش میکردن. چون حتی تایپ کردن هم خطرناک بود، ممکن بود ردشون رو بزن و اینا بین مردم پخش میشه و مردم این نسخه های دستنویس رو میگرفتن و میدونی که اصلا خود واسلاو هاول اینا همشون تئاتری بودن و از طریق تئاتر و از طریق اون نوشته و از طریق ادبیات، از طریق نمایشنامه ها هی آگاهی مردم میرفت بالا و مردم نه تنها فداکاری میکردن، کسانی مردم عادی که کسانی که اینا رو دست به دست میکردن که به همه برسه، نه تنها جونشون رو میذاشتن اون وسط، بلکه این حس مسئولیت رو داشتن که این آگاهی باید پخش بشه، حتی اگر ما جونمون از دست بدیم یا دستگیر بشیم، زندانی بشیم. و اینطوری شد که به هر حال اون انقلاب مخملی توی چکسلواکی سابق به نتیجه رسید و در نهایت پیروز شد. این فداکاری که هم هنرمند میکنه و همین که این حسی که حالا من به وسیله این کاری که دارم میکنم دارم آگاهی جامعه رو افزایش میدم و این که حس کنم من یک کاری میکنم، من یک قدمی برمیدارم، من یک قدم میام جلو. هر کی که هستم، در هر جایگاهی هستم، من یه مسئولیت رسالتی دارم بر دوشم و اینکه مثلا دو صفحه از این رمانو بنویسم بدم به یک کسی دیگه، یه فصلش رو بنویسم بدم به یک کسی دیگه، میدونید. و من واقعا آرزو میکنم چنین آگاهی و اول از همه برای هنرمندا و بعد هم برای همه مردم، اگرچه که من معتقدم مردم ما الان خیلی جلوتر از روشنفکراشون هستن، خیلی جلوتر از خیلی از هنرمندا و خیلی از روشنفکرها هستن و این تفاوتیه که امروز روشنفکر امروز با روشنفکر سال 57 داره. درست. ممنون، واقعا من خودم خیلی یاد گرفتم از شما و خیلی دوست داشتم این قسمت رو صادقانه بگم و اینکه امیدوارم که برای بیننده ها هم مفید بوده باشه. اگه صحبتی دارین در پایان بگین و بعد برنامه رو تمام کنیم. نه دیگه، خیلی هم ممنون. فکر کنم همه صحبت هایی که دوست داشتم بگم و همه رو گفتم، هرچی که تو ذهنم بود و فکر کردم مفیده. مرسی واقعا لطف کردید. امیدوارم که هرچه زودتر ایرانمون آزاد بشه و بتونیم روزای خوب رو در کشورمون
واقعا سپری کنیم و آزادی رو تجربه کنیم توی کشور خودمون. مرسی، خیلی لطف کردید که با ما بودید. امیدوارم که روز و هفته خوبی داشته باشید. با اجازهتون خداحافظ. خدا نگهدارتون. مرسی. خدا نگهدار. مرسی.